السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه عزیزان و برادران و خواهران گرامی قدرم. این عبید الله سعیدی هستم. در برنامه قدرت و حقیقت در حضور شما قرار خواهم گرفت و چند ساعت دیگری وابسته به موضوعی که گذاشتیم صحبت خواهیم کرد. همدیران و هموطنان عزیز، برکه ما در روزی قرار داریم که چند روز پیش در تاجیکستان مردم عید سعید فطر را جشن گرفتند بعد از یک ماه روزه‌داری. و ما بازم یک بار دیگر از پخش مستقیم در برنامه قدرت و حقیقت تمام مسلمانان جهان و از جمله مسلمانان تاجیکستان رو به عید سعید فطر بار دیگر تبریک و تهنیت میگم. پروردگار طاعت عبادت شما رو قبول بکنه و روزه‌داری شما رو به درگاهش قبول بکنه. همدیران و هموطنان عزیز، ما امروز در برنامه قدرت و حقیقت سه موضوع رو گذاشتیم و راجع به این سه موضوع صحبت میکنیم. پیش از اون که به این سه موضوع برگردیم و یک اخباری کوتاه، دو اخبار کوتاهی است که بسیار یک حرف کوتاهی نسبت اینو خواهیم زد و بعد برمیگردیم به موضوع دیگری که موجودند. موضوع اولی که ما صحبت میکنیم برادران و هموطنان عزیز و گرامی، این وابسته به همین نقطه ای است که یعنی سرکوب دین مبین اسلام از جانب حاکمیت تاجیکستان، که این وابسته به همین تبریکات عید رمضان ما هم هست و که ما در تبریکات عید رمضان خود این نقطات ظلمی در تاجیکستان رو اشاره کردیم که محدودیت ها نسبت دین مبین اسلام و پیروان آن در تاجیکستان جاری شده است و وابسته به همین ما بسیار بارها نامه نوشتیم، بارها تلاش کردیم، در پخش مستقیم ذکر کردیم. از جمله یک صدایی از جانب امریکا برآمد و یک تشکیلات معروف امریکایی چند روز پیش به حکومت ترامپ پیشنهاد کرد که باید به اشخاص مشخصه که به دینداران در تاجیکستان ظلم و ستم میکنن، از جمله کارمندان کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان، باید تحریم ها یا اینکه به اصطلاح روسی سانکسیه جوری کرده شود. این یک کاری است که بسیار ما استقبال میکنیم و باید هم چنین حالت موجود باشد. باید هم تحریم ها نسبت اشخاصی که واقعا به دینداران در تاجیکستان ظلم میکنن و نمیگذارن که هر کسی هر عقیده‌ای دارن از اون عقیده‌اش پیروی کند، بسیار کار مثبت است که یک تعداد انسان ها حتما به اون نتیجه میان میرسن که ظلمی بیشتر به این ملت متاسفانه به این جایی را میرساند که دیگر شما سفر کردن آزاد نمیتوانید، شما از تاجیکستان بیرون برآمدن نمیتونید و هر جایی که شما از تاجیکستان بیرون برآمدید مورد تعقیب و تحقیر قرار میگیرید. همینطور که شما در مقابل ملت بارها ظلم کردید، پس مطمئن باشید که روزی میشود که شما هم در همون لیستای تحریم کننده ها جوری میشوید، وارد میشوید و وابسته به این نسبت شما عملهای از جانب کشورهای برقرار گرفته میشه. همدیران و هموطنان عزیز، حرفی موضوع دیگر، یعنی نقطه دیگری که من ذکر میکنم برمیگردیم به موضوع دیگر، این متاسفانه زندان شدنی اشخاص معروف تاجیکستان از جمله شاکر جان حکیموف و خواهرزاده او شکرانه حکیموف و این دو نفر و بیشتر شهرهای معروفی که به بهانه تبدلات اونها را دستگیر کردن، امروز باید دادگاه آنها، دادگاه عالی آنها برگزار کرده میشد و در دادگاه باید حکم آنها دیده میشد. ما یادآور میشیم که در گذشته بیشتر این اشخاص ها به حکم های طولانی از جانب دادگاه روانه زندان کرده شده بودند، ولی اونها شکایتی کسرسانی کردن و شکایت اونها باید امروز از جانب دادگاه دیده میشد و وقتی که اینا وارد تالار دادگاه میشوند، یعنی که در همون سیزا یا در همون اداره موقتی پلیس همین دادگاه برگزار کرده می شود، وکیلان اونها فقط اجازه ورود رو دارند ولی دیگر نزدیکان، پیوندان، طرفداران و هیچ اشخاص واردی این دادگاه شدن را نداشتند و بالاخره بعد از یک یعنی وقتی کوتاه این دادگاه برگزار کرده نشد، زیرا دادرسا نتوانستند به معرفه دادگاهی بیایند و این باعث گشت که این معرفه سودی برگزار کردن نشود. این خبری کوتاهی بود که وابسته به این نقطه ما برای شما رسوندیم. همدیران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، ما برمیگردیم به موضوعی که ما در اینجا ذکر کردیم. موضوع اول این موضوع انتقال قدرت به امام علی رحمان و پسرش رستم امام علی می باشد و ما در این موضوع یک صحبت خواهیم کرد و زیرا در رسانه رادیو آزادی یک معلوماتی نشر شد که از جانب یک سازمان بانفوذ
این نکته اشاره کرده شد که امام علی رحمانوف آماده می شود تا پسرش رو در قدرت در جای خودش بگذارد و حکومت رو به دست او بسپارد و اون این سازمان چندین نکته را اشاره کرد که من همه اونها را ذکر نمیکنم، ولی ما برمیگردیم به همین نکته ای که ما در بخش مستقیم اخیری که امام علی رحمانوف به فدراسیون روسیه سفر کرده بود به این نکات ذکر کرده بودیم. شما میتونید دوستان، خیلی عذر میپرسم که من کمک باد خوردم و وابسته به گلون گرفته است و بریم همین مشکلی که شما میبینید من مشکل داره. خیلی عذر میپرسم، ولی تو قدری توانایی در بخش مستقیم در حضور شما قرار میگیریم. دوستان و هموطنان عزیز و گرامی، ما در بخش مستقیم گذشته، ما اگر بخش مستقیم ما را نگاه کنید وابسته به سفر امام علی رحمانوف و نقاطی که امام علی رحمانوف یک آمادگی قوی میگیرد برای عوض کردن قدرت و او را به دست پسرش سپاریدن و اجازت گرفتن از ارباب اصلی اش که روسیه که از ارباب‌های حکومت دیکتاتوری امام علی رحمانوف است و وابسته به همین ما صحبت کردیم و به همین خاطر شما میتونید اون برنامه را ببینید و باز هم این سازمان وقتی این چیز رو ذکر کردن ما خواستیم چندین نکات دیگر رو در اینجا ذکر کنیم و یادآور شویم به اشخاصی که در این حکومت هستند و ظلم میکنن نسبت مردم. همدیران و هموطنان عزیز، همونطور که شما میدونید سال گذشته و در اول سال امسال و در آخر ماه سال گذشته حکومت دیکتاتوری امام علی رحمانوف و خود امام علی رحمانوف دستور داد اشخاص مهمی را به مانند شیرعلی میرزا، یوسف رحمان و دهها بکسبور و دههای دیگر را که سالها در این حاکمیت موجود بودند و خشتواری نزدیک به امام علی رحمانوف داشتند در سر قدرت قرار داشتند و اونها را از وظیفه گرفتن یک خیلی مشکلات سختی بود و این چنین زندان کردن اشخاص‌های معروفی که قبلا در حکومت بودند به مانند ظریفی و دههای دیگر. این نقاط خودش اشاره به اون میکند که واقعیت حکومت امام علی رحمانوف بعد از گرفتن از سر قدرت چنین اشخاصی با نفوذ در تاجیکستان جوانایی را که سن سالشان به سن سال فرزندش نزدیکتر هستند و توانایی که این اشخاص در طول 10 سال تا 15 سالی که در قدرت بودند و در هر یک نقاط تاجیکستان اشخاص خود را جای کردن اونها را گرفت. یعنی این آدمان ضعیفی را گذاشت که اینها توانایی دفاع کردن یا توانایی مشکل ایجاد کردن را برای رستم امام علی نداشته باشند. ما مثال میگیریم اگر که فرض کردیم که رستم امام علی به سر قدرت بیاید و در قدم اول او روبرو می شود با اشخاصی که ایدئولوژی کهنه روی سرشان دارند به مانند مثلا بیسبودی، بکسبور، مثلا رحمان یوسف و دههای دیگر. مثلا اینها اشخاصی هستند که ایدئولوژی کمونیسم و فکری کهنه همون قوم پرستی، نجات پرستی و کهنه را دارند که اینها با اون فشاری که بر رستم میارن در سر حاکمیت همون بالانس نگاه کردن نمیشه. و از این جانب وقتی که امام علی رحمانوف تمامی اشخاص را از سر قدرت گرفت و نفرای نزدیکی خودش را در سر حاکمیت ماند و به روسیه سفر کرد، در اوج اجازت را گرفت که پسرش رستم امام علی باید به سر قدرت بیاید و اون وقتی که روسیه این اجازت را داد اینا برگشت با یک لبخند خوشحالی از روسیه و همونطوری که ما را میبینید الکی در جشن نوروز با رقص سرود و با این کارها این یک نمونه این جشن گرفتن امام علی رحمانوف از اجازتی که اربابش برایش داد. حالا هموطنان و همدیران عزیز و گرامی قدر، ببینید ما همینجا یک نکاتی را ذکر میکنیم که باید کسانی که در حکومت هستند به مانند امروزه مثلا سید مومین یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان، رحیم زاده رمضان وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، خب سیراج الدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و ده نفرای دیگر که 10 سالهاش در این وظیفه ها هستند و اونها باید این نکته را در نظر بگیرن و خصوصا سید مومین یتیموف که سالها با ظلمش مشهور است در تاجیکستان و نفرهای کلیدی خود را دارد در داخل تاجیکستان و یکی از نفرهای مهمی یکی تغییرات در تاجیکستان از دیدی بعضی ها موجود است. همین شخص یعنی اینها فکر میکنن که یتیموف توانایی همین دیگرگونی را در تاجیکستان دارد که این
خانواده را کنار بزند و خودش با اون نفوذی که در داخل تاجیکستان وارد کرده است، یعنی با اون بخش امنیتی که در همه ساحه آدمای خودش را وارد کرده است، میتواند یکی از کارهای را انجام بدهد. و همچنان این آخرین نکته که بیشتر اشخاصی را که به تبادلات متهم کردن، از بعض افکارها هم با این عقیده هستند که اونها میخواستن سید مومن یتیم رئیس کمیته امنیت ملی را یعنی به دام خود بیافتانند، ولی موفق به این کار نشدند. شاید روسیه ضد این کار شد و یا اینکه ازبکستان میتواند، چون سید مومن یتیموف ملتش ازبک است و اون میتواند در اینجا دخالت کرده باشند، و یا اینکه دخالت دیگری باشد که نتوانستند سید مومن یتیموف را به دام بیافتانند و او را پشتی پنجره ببرند. حالا مراجعت به همین است که هر یکی از شما که ظلم کرده دانسته بگیرید که به مانند همین اشخاص یکی یکی مورد لیست تحریم های امریکا، اروپا و دیگر کشورها میشید و علاوه بر این بر رحمانوف لازم نمیشه در شما را در عوض اون چیزی که باید فرزندش را به قدرت بیاره شما را در یک پول حساب نمی کند و شما را روان میکند، همونطوری که بیک صبور به پنسیه رفت و از وظیفه برکنار کرده شد، نابود کرده شد، نگاه کرده نشد به اونی که و دیگر خسروش از دامادش است، نمیفهمم فلان بسمدان است، فرزندش دامادش است، به هر صورت او را روان کرد به همون جایی لازمه و شما را با این سرنوشت گرفتار میشوید و مطمئن باشید که روزی میشود که شما در نزد این ملت جوابگو خواهید بود، نه تنها رحمان بلکه شما، چون شما امروز توانایی اون چیزی را دارید که به این ملت خدمت کنید و ظلم نکنید، به خاطر خانواده رحمانوف کارهای را انجام ندهید که آینده شما و فرزندان شما برای این کاری که انجام میدید در مقابل ملت، در مقابل این کشور با جوابگری کشیده نشوید. به همین خاطر ما از همه شما خواهش میکنیم و طلب میکنیم که این مسئله را خوبتر بیاموزید و ببینید که رحمان به خاطر خانواده‌اش و منفعت خانوادگیش به هیچ کسی ما و شما اهمیت نمیدهد و هیچ توجیهی که براش ارزشمند نیست و ارزش ندارد و هر لحظه که همون منفعت شخصی و منفعت خانوادگیش اگر برایش مهم یعنی پیش اومد، هیچ کسی از ما و شما برای او لازم نیستیم و ارزش نداریم و همون روزی همون لحظه ما و شما را از بین میبرد و نابود میسازد. فرقی نمیکند که ما در کدام وظیفه ایم و چی نفوذ داریم. و همین خاطر این نکات رو خیلی اهمیت بدید و فکر کنید و مطمئن باشید که روز شما را نزدیک آمده است و مخصوصا رمضان رحیم زاده، سید مومن یتیموف و دیگر اشخاص با نفوذی که امروز توانایی حد امکان کمی خدمت کردن رو به این ملت داره، 10 سال خود در سر همین قدرت وظیفه رو گرفتید و باید به این ملت خدمت کنید، نه اینه که ماها و سالها شد که این ملت رو ظلم و ستم میکنید. همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، ما اینجا از رادیوی آزادی همین مسئله تبدل مسئله انتخابات یک برکناری تمام وزیرایی که با رحمانوف نزدیک بودن از رادیوی آزادی برای شما پیشکش میکنه و ببینیم که این سازمانی با نفوذ رو وابسته به همین مسئله چی نکته رو ذکر کرد و شما مطمئنم که یک معلومات خیلی مفیدی هست و برای هم کارکنان حکومت که بدانند که روز می شود که رحمانوف فرار میکند و اونها هم که در نزد قانون جوابگر می شوند، چون رحمانوف ارباب دارد و اربابش مثل که بشار اسد رو دزدیدن بردن به نموندنش بجنگد، دزدیدن بردنش به روسیه، همون طریق ارباب اینها را از بین میبرد و میموند همون اشخاصی که در داخل وطن به پناهگاه میمونند، بمونند یتیموف، رمضان رحیم زاده، سراجدین و دههای دیگر، یوسف رحمان و دههای دیگر. مطمئن باشید که اون روز می شود که شما در نزد قانون جواب میگویید و هیچ راه گریزی ندارید و شما اید که تمام داراییتون گرفته می شود به دولت برگردانیده می شود تا آخران هم خودتان، هم فرزندانتان، هم تمام اولاد اجدادتان متهم در نزد این ملت باقی میمونند که روزه شما در این قدرت بودید و چاپلوسگرایی و ظلم و ستم رو به این ملت روا دیدید و هیچ وقت آبرو، شأن، شرف در پیش این ملت نخواهید داشت. مطمئن باشید که این ملت این روزها را که در این قدر ستم، در این قدر ظلم زندگی کرده است فراموش نمیکند و شما را حتما به جوابگری میکشد و شما حتما در حالت پستی و ذلت قرار میگیرند. شما حتما در پیش این ملت جوابگو میشوید. فرزندان شما در پیش این ملت سرشان را برداشتن نمیتوانند. حتما فرزندان شما در مهاجرت و در غریبی و در ذلت میمونند و هر لحظه که یک تاجیک را دیدن شرمسار و غمگین سرشان رو بالا کردن نمیتوانند.
مطمئن باشد که اون روز فرا میرسد، اون روز فرا میرسد و همه این ظلم و ستم شما از سر شما، از سر فرزندان شما، از سر نبره‌های شما کشیده و گرفته می شود. مطمئن باشید که یتیم که فهمیدن میدونند که این از کدام اولاد است و از کدام پشت پناه است و این به این ملت، به این کشور و به این دین و به این فرهنگ و به این ارزش های ما چه خیانت کرده است و چه ظلمی کرده است و این روزها مطمئن باشید که برمیگرده به سر شما. حالا در سر قدرت این مسئله ها را ببینید و این مسئله را بیاموزید که فردای دیر نیست. همونطوری که یک بزرگوار را پرسیدن که چه چیزی را تغییر میدید در سن 75-85 سالگی، گفت که رفتن عمر را. اگر من در جوانی میفهمیدم که عمر من اینقدر تیز میگذرد، من هیچ وقت این اشتباهی را که عین حال کردم نمیکنم. یعنی عمر یک مثل دریایی است که اصلا قپیده اش نمیشود، یا چشم رو میپوشینی چشم دیگه میرازه. وقتی که پیغمبر نوح علیه السلام را وقتی پرسیدن که در 950 سال عمرت چی دیدی در دنیا، گفت که از این در بر آمدم، از در دیگه، از این در آمدم، از در دیگر بر آمدم. پس مطمئن باشید که این عمر شما خیلی ساده و با آسانی میگذرد، ولی روزی میشود که این ملت از شما نه در این دنیا و نه در آخرت راضی نمیشود و شما را در این دنیا در غضبشان گرفتار میکنند و در قیامت هم نیز از شما چیکار میکنند؟ پاسخ میخواهند و از خداوند از شما شکایت میکنند که شما کسانی بودید که نگذاشتید مردم تاجیکستان دین خود را، ارزش‌های خود را نگاه کنند، اطاعت کنند، خدای خود را بپرورند و شما بودید که سر راهی چنین پیشروی و مردم تاجیکستان را در ذلت قرار دادید. مطمئن باشید که این روزها برمیگردد. پس به خاطر خدا و به خاطر این ملت برگردید و کاری کنید که این ملت سرنوشتش را به دست خودش بگیرد و خدمت به این ملت را فراهم بسازید. مطمئن باشید که روزی میشود که اگر شما امروز برگشتید و این ملت رو دستش رو گرفتین، این ملت دست شما رو میگیرد. اگر امروز شما توانایی را دارید که همین ملت رو خدمت بکنید، مطمئن باشید که فردا هر یک این خدمت‌های شما چیکار میکند؟ برگ میگرده برای شما، هم در قیامت هم در این دنیا. شما مطمئن باشید که اگر امروز توانایی اون چیزی دارید که همین ظالم، همین خانواده را از سر این ملت دور کنید، مطمئن باشید که این ملت شما را در آسمان میبردارد که شما از ظلم از سر این ملت مظلوم تاجیکستان دور کردید. مطمئن باشید که شما شرفمند میشوید اگر این کار کردید. شما در ذلت قرار نمیگیرید. پس بایدم که امروز توانایی را دارید، قدرت را دارید، باید به این ملت خدمت کنید. خب برمیگردیم به این مسئله که در رادیو آزادی نشر شد. همدیگران و هموطنان عزیز، همونطور که شما میبینید در روی اکران شما، یک سازمان غربی گفته است که رئیس جمهوری تاجیکستان ایمامعلی رحمانوف در پی فراهم کردن شرایط مساعد برای انتقال قدرت به پسرش رستم ایمامعلی است. مرکز کنگره در برلین روز 25 مارس در گزارش گفت با همین دلیل تا رفع همه تهدیدهای احتمالی ممکن است پاکسازی ادامه کند، ولی معلوم نیست که تا کی. یعنی شما هم در میبینید دوستان گرامی، من این رو برای شما سرخ میکنم. این مرکز تحقیقاتی میگوید که یعنی تا زمانی که همین حکومت علیش نشود پاکسازی ادامه میکند. پاکسازی است که پاکسازی از مانند یتیم و رمضان رحمزاده و دههای دیگری که این حالت ها را میدونند. شما مطمئن باشید که مثلا به مانند علیشیر میرزانباتوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، اینا مطمئن باشند که شما اینقدر نفرها را در اینجا ظلم کردید، به قتل رسانیدید، کشتید. شما فکر میکنید که شما را زنده میمونند این حکومت؟ اینا برای خودشون شاهد نمیخواهند. و مطمئن باشید که همون روزی که شما لازم نشدید، شما را به هر بهانه‌ای به مانند ظریفی وزیر خارجه پیشین تاجیکستان و دههای دیگر پشت پنجره میبرند و در همونجا یگون زهر، یگون بلایی میتیان که شما در همونجا چیکار میکنید؟ هلاک میشوید و جان خود را میسپارید. مطمئن باشید که این روز نزدیک است. شما را شاید امروز مشاوری فلان نقطه بمونه، شما را امروز برند به مثل رئیس دادگاه عالی تاجیکستان که عین حال معاون پارلمانش موندن، شما را میتونن در یک وظیفه موقتی میمونن و بعدا میبینی که رنگ ظریفی و رنگ دیگر نفرایی که بسیار چاپلوس این حکومت هم بودن در یک مدت کوتاه نسبت شما یک پرونده جنایی باز میکنن و با هزار بهانه میبرن شما را زندان میکنن. این پاکسازی ادامه دارد و ادامه میکند و شما را میبرن پشت پنجره و در اونجا به خاطر شهادت ندادنتان چیکار میکنن؟ زندان میکنن. علیشیر میرزانباتوف، ظلم تو را مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان، ظلم تو را مردم تاجیک و ملت تاجیک و کل تاجیکستان هیچ وقت فراموش نمیکنن.
اون ظلمی که با اون ملت مظلوم در 2021 انجام دادی هیچ وقت فراموش نمیشود. فکر میکنید که این مردم از این میگذرد؟ هیچ وقت این ظلم شما فراموش نمیشود. پس مطمئن باشید که رحمانوف خودش شما را به هر بهانه از این بین میبرد و نابود میسازد. هیچ وقت برای شما ارزش قائل نمیشود، چون میداند که شما فردا شهادت میدهید. به خاطر شهادت ندادن، به خاطر همین نقاط را آشکار نکردن، شما را میبرن زندان میکنن و در زندان چیکارتون میکنن؟ میکشنتون. پس مطمئن باشید، بر بخیزید. امروز توانایی خدمت دارید، خدمت کنید. امروز توانایی سرنگون کردن همین ظالم دارید، سرنگونش کنید. خب احتمال قدرت از رئیس جمهور امامعلی رحمانوف و رستم امامعلی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی چند سال باز مطرح است. هر دوی آنها در زمینه هیچگاه اظهار نظر نکردند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقاتی استراتژی، یک اداره وابسته از ریاست جمهوری تاجیکستان، در ماه ایول سال 2024 سر و صدا را در این مورد بی‌پایه خوانده بود. گالیا ابراهیمووا پژوهشگر مرکز کنگره در برلین جوان کردن اعضای مجلس نمایندگان، دیگرگون در نهادهای دولتی، عوضشوی رهبران حزب‌های سیاسی، زندان کردن بعضی از شخصیت‌های معروف از جمله خبرنگاران، سیاستمداران و منصبداران پیشین را از جمله چاره‌های رئیس جمهوری تاجیکستان برای انتقال قدرت دانست. شما این نقطه را خیلی اهمیت بدید. یعنی یک پژوهشگر در این نقطه چه میگه؟ که جوان کردن حاکمیت مجلس نمایندگان، یعنی ما سه شاخه حاکمیت داریم در تاجیکستان: حکومت، اجرایه و سودی. حالا قانونگذار که پارلمان است، الکی ما میبینیم که امسال پارلمان خیلی جوان کردن در انتخاباتی که گذشت، در سال گذشته، در همین سال در ماه مارس اگر شما پارلمان چیکار کردن؟ تغییر دادن و جوان کردن. و همین چنان تمام این نمایندگان حزب‌های مخالف را با اسم مخالف، حزب‌های کیسگی که رحمانوف در گذشته اونها رو ساخته بود، رئیس اونها رو با بهانه گوناگون تا روزی که چاپلوسی اونها در کار بود، سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، تا زمانی که این انسان همچون یک چابلوس و لگنبردار این حکومت لازم بود، ماند در وظیفه و در یعنی خدمت کرد در حکومت امروزه و برای رحمان تعریف کرد. و در گذشته ما یادمون هست که در انتخابات گذشته گفت که ما شایسته نیستیم، شایسته پیشوای ملت و امامعلی رحمانوف است. فرزند من آواز نداد، رفت در پیشوای ملت در امامعلی رحمانوف آواز داد. این چاپلوسی تا این درجه را گذشته بود و امروز دیدیم که با چیکارش کردن؟ با 29 سال زندان محکومش کردن. فردا دقیق نیست که چیکارش میکنن، میبرن زندانش میکنن. و همین کسانی که امروز شما را آوردن در حزب‌های سیاسی گذاشتن و شما را رئیس در جای اینها گذاشتن تا شما با چاپلوسی را به فرزندان و نبیرگان امامعلی رحمانوف ادامه بدید. مطمئن باشید که جای شما را همونطوری گفتیم که حضرت 9950 سال عمر دیدید و گفت از این در اومدم، از در دیگر بر اومدم، و روز شما را نزدیک میآید و این ملت شما را به جوابگری میکشد. نه عثمانزاده چاپلوسی اش فراموش میشود، نه این اشخاصی که نه در حزب‌های سیاسی و اسم مخالف نام گذاشته شدن و رئیس گذاشته شدن، شما را اسم شما فراموش نمیشود. و علاوه بر این پژوهشگر مسئله زندان کردن شخصیت‌های معروف و زندان و مخصوصا مخالفان که شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، یکی از پروفسورهای دانشمندان تاجیکی، توانایی او اداره کردن نه تنها تاجیکستان است بلکه جهان است و اون اشخاص را زندان کردن و نفرهای دیگر به مانند او خودش نشانه چی است؟ نشانه ای که میخواهد تمام انتقادها و هر چیزی که سری راهی حاکمیت رستم امامعلی را میگیرد از بین ببرد. پس مطمئنیم که این نقاطی است که ما و شما باید بالاش بیاندیشیم و هر کسی که وظیفه امروز در دست دارد باید بالای این نقاط بیاندیشد که او همچون یک چوبچه از جانب یک اولاد استفاده کرده می شود. نه به خاطر ملت خدمت میکند، نه به خاطر دولت خدمت میکند، بلکه به خاطر یک خانواده و کسی که این حاکمیت را غصب کرده است، اولادی که این حاکمیت را غصب کرده است و میخواد این حاکمیت را به فرزندش بدهد. جای سیاستمداران با تجربه
تجربه رو جوانان گرفتن که همسین وارثی آینده هستند. تغییرات کادری به اداره‌های قدرتی نیز دخل کرد که سالهای دراز با رحمانوف نه فقط در مبارزه با مخالفان رژیم مدد کردند، بلکه شخصان صادق ولی ناسازگار نیز از بین بردند. یعنی همونطوری که ما در اول اشاره کردیم، اشخاصی به مانند رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، به مانند دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان، به مانند دیگر وزیرانی که بک صبور و دههای دیگر از قدرت برده شدند. پس اینها دیگر برای این حاکمیت لازم نیستند، برای این رحمانوف دیگر لازم نیستند. چرا؟ چون باید جوان بکناند و فرزندش را به سر قدرت بیارد. با نگاشته ابراهیم و حتی قدرت‌هایی که مخصوصا با رحمانوف نزدیک بودند، منصب‌های خود را از دست دادند. یا در مورد این از شیرعلی میرزا وزیر پیشین دفاع و رستم نظرزاده رئیس سابق کمیته حالت‌های فوق‌العاده نیز نام گرفته است. این هم غیر منتظر بود که پاکسازی به نزدیکان رحمانوف بخصوص رئیس خدمات علاقه بک صبور و دادستان کل یوسف رحمان پیوند گرفت. پسران هر دو با دختران رحمانوف ازدواج کردند و سالها دراز کفالت دخل ناپذیر آنها بودند. یعنی ازدواج کردن فرزندان آنها کفیل چی بود؟ نگاه داشتن قدرت در دست اینها. ولی امروز وقتی که رستم امامعلی وقتی به سر قدرت میخواد بیاد، اولین کسی که در مقابل رستم امامعلی قرار میگیرد این کی است؟ فرزندان همین منصبداران. اولین کسی که در مقابل رستم امامعلی قرار میگیرد یعنی فرزندان این همین کسانی که دختران امامعلی رحمان در دست آنهاست، یعنی دامادهای امامعلی رحمان. اینها علاقه تاجیکستان از دیدگاه اقتصادی چنان دزدیدن که تمام دارایی ها و تجارت، تمام چیزها در دست دامادهای امامعلی رحمانوف است. و وقتی که رستم امامعلی قدرت را در دست میگیرد و اولین کسی که در مقابل این قرار میگیرد و همین حکومت را چکار میکند؟ میخواهد از بین ببرد، همین دامادهای امامعلی رحمانوف میباشند. دامادهای امامعلی رحمانوف با رستم امامعلی درگیر میشن و به خاطر همین است که اولین نقطه باید امامعلی رحمانوف دامادهای خود را از وظیفه چیکار کند؟ برکنار کند. و در صورت برکنار نکردن این دامادهای خود و ضعیف نکردن حاکمیت، این دو با هم چیکار میکنن؟ در مقابل یکدیگر قرار میگیرن و تاجیکستان رو به خون اولادی تبدیل میکنن و این اولاد به اولاد دیگر میجنگد و در همین حالت ملت تاجیک و مردم تاجیکستان زیر ظلم و ستم و کشتار این گونه اشخاصی باطن و به حق چیکار میکنند؟ قرار میگیرد. برای همین وقتی که ما میگیم که نزدیکترین آدمان رحمانوف از سر قدرت گرفته شدن، اینها کیا هستند؟ اشخاصی که به رحمانوف نزدیکی داشتن، خویش و تباری داشتن و ارتباط زیج داشتن و اینها در تاجیکستان از هر راه دزدی و غارت و نزدیکان خود را در حاکمیت و در ساحه تجارت نگاه داشتن تا اینه که تمام حاکمیت را چکار کنن؟ به دست خود بگیرن. همون نقطه مشهوره که اگر میخواهی یک حکومت را اداره کنی، اول اقتصادی او را باید زیر دست بگیری. یعنی این نقطه ای است که زیادی دانشمندان به این نقطه و این نظر چی هستند. یعنی وقتی که اقتصاد را در دست گرفتی، یک حاکمیت کاملا چکار میکنی؟ اداره میکنی. پس حالا حاکمیت ادارهش در دست کی است؟ در دست دامادهای امامعلی رحمانوف. تمام دارایی این ملت، سرمایه این ملت امروز در دست خانواده کی است؟ نزدیکان امامعلی رحمانوف. دامادهاش 7 دختر اژدهار دارد که این 7 اژدهار با شوهرهای خود و اولادهای خود چیکار کردن؟ تمامی حاکمیت را غصب کردن و دارن خود را در ساحه اقتصاد جلوه میتین و میدرخشن و میبینیم که هر روز میلیاردها و میلیاردها به حساب آنها چیکار میکند؟ میدراید. حتی ما یادمون نمیرود که در سال 2014 یک از دامادهای همین در شهری نو بازارچه، حتی یک بازارچه خورده را که از یک صاحبگار ملکی بود چیکار کردن؟ همین تجارت را، همین بازار را گرفتن. ما فراموش نمیکنیم که عمر علی قوتوف یک تاجر موفقه که راه حرکت سیاسی گروه 24 را تشکیل کرد. پیش از آنی که این حرکت را تشکیل کند، مالکیتش از جانب همین دامادهای امامعلی رحمانوف گرفته شد.
ما هیچ وقت امید 88 رو که شرکت‌های نفتی در تاجیکستان داشت، خیلی چیزهای سوزشواری در تاجیکستان داشت، ما دیدیم که به زندانش کردن و در زندان رو به خطر رساندن و تمام مالکیتش را چکار کردن؟ گرفتن. ما این چیزها رو فراموش نمیکنیم. کل این اقتصاد، این دارایی، این پولها کجا رفت؟ در کجا است عین حال؟ اینها در کجاست؟ در دست خانواده امام علی رحمانوف، در دست دامادهای او. حالا اگر رستم امام علی به قدرت بیاید و مشکلات رستم امام علی با همین خانواده چکار میکند؟ آغاز میشود. یعنی اولا چکار میکند؟ به شمس‌الله صاحبوف، کسی که امروز تمام دارایی تاجیکستان از کودکانی که مکتب میخوانند پولشون به جیب او میرود و همینطور شروع کرده از دیگه دامادهاش و از دو در عروس پرزیدنت هم، رئیس بانک ملی، و همین گونه آغاز می شود مشکلات خود رستم امام علی با این اولاد. برای همین عین حال امام علی رحمانوف چیکار میکند؟ از سر قدرت هر شخصی که ذره ضربه میزند او از بین برده می شود. ذره ضربه میزند به حکمت رستم امام علی باید عین حال از سر قدرت گرفته شود. برای همین ببینید، مطمئن باشید این حرف را در نظر بگیرید. اگر حال هم با همین قدر تغییراتی که امام علی رحمانوف وارد میکند، اگر رستم امام علی به قدرت بیاد، باز هم مطمئن باشید که بالانس حاکمیت را در تاجیکستان که خیلی پیچیده است در دست گرفتن نمیتواند. باز هم به همین اولاد، با همین اشخاصی که در تاجیکستان امروز اقتصاد را به هر راه در دست خود گرفتن، باز هم با مشکلات روبرو می شود و این مشکلات چنان عمیق خواهد بود که مطمئن باشید که سری همین حاکمیت را می خورد. ولی در اینجا ملت قربان جنگ این خانواده می شود. حتی عقیده دیگری هم هست که من بعضی از کارشناسا را در این نقطه فکر نظرشان را وقتی که دیدم گرفتم، عقیده دیگری هم هست که حتی روسیه با اندازه، یعنی به امام علی رحمانوف اجازت داد که بچه‌اش را، یعنی پسرش را، رستم امام علی را به قدرت بیارد. ولی حالا بازی پشت پرده روسیه که تغییر حاکمیت در تاجیکستان باشد میگن موجود است. چون در قرقیزستان همسایه ما نگذاشتن که از خانواده به خانواده بگذرد، در ازبکستان همسایه ما نگذاشتن که از همسایه به همسایه بگذرد. پس همین گونه تغییراتی که در قرقیزستان روسیه وارد کرد و همین گونه تغییراتی که در ازبکستان روسیه وارد کرد و امکان دارد که در تاجیکستان نیز چنین یک تغییرات به میان بیاید. و به خاطر همین است که امام علی رحمانوف چیکار کرد؟ در نقطه اول رستم سید مومن یتیموف را زیر ضربه قرار داد و خواست که اون را متهم کند با یک تبدلاتی که به گفت رحمانوف در مقابل حاکمیت کرده شد و این تبدلات را قربانیاش و مانند سید جعفر عثمانزاده، شاکر جان حکیموف، همراه خان ظریفی و دهها چهره‌های معروف تاجیکستان شدند و میخواستن از این طریق چیکار کنند؟ سید مومن یتیموف را در دام بیافتانند و برن زندانش کنند. و اگر که سزاوار این زندان سید مومن یتیموف بود، به خاطر این قدر ظلمی که در تاجیکستان کرده است، حالا میتواند سید مومن یتیموف نفری روسیه و نفری یک کشور دیگری باشد که برای حاکمیت آینده آماده بگیرد، چون از این نقاط تازه برآمد و سید مومن یتیموف را نتوانستند زندان کنند. ولی متاسفانه در این بازی ها یکی از نفرهای مشهور و خدمتگزار این ملت، دانشمند و توانای ما، شاکر جان حکیموف، در این بازی ها پشت پنجره برده شد و خواهرزاده او رخشانه حکیموف. ولی ملت باز هم بزم همین خاموشی را اختیار کرده است و منتظر است که این حکومت با یکدیگر درگیر می شود، که یک حکومت دیگر یا که یک ابوالقدرت دیگر میاد در تاجیکستان، ما یک نفر دیگر در قدرت میماند که اون باز همون ظلم امام علی رحمانوف را با طور دیگر ادامه میدهد. آیا میتواند در تاجیکستان یک حکومت دیگری به اسم هر چیز دیگر بیارد، به اسم دموکرات، کمونیسم، اسلام، هر چیز دیگر، ولی اگر اون حکومت از جانب هر کشور ابوالقدرت دیگری در تاجیکستان تعیین کرده بشود، مطمئن باشید که باز هم همین حکومت امام علی رحمانوف در چهره دیگری خواهد بود که چیکار میکنه؟ ظلم را ادامه میدهد. پس باید ما و شما در اینجا زیرکی سیاسی را از دست نمیدادیم و نمیگذاشتیم که همین رخشانه حکیموف مادری که فرزندی 8 ماهه دارد پشت پنجره برود. و اگر همین مادری فرزندی 8 ماهه دارد
و شیرخواره است و اگر همین مادر ملت ما را نخیزان و ملت ما نبرآمد مبارزه نبرد، پس مطمئن باشد که این ملت بر وقت مرده است و جنازه این ملت الکی خوانده شده است. چون وقتی که مادر یک فرزند 8 ساله پشت پنجره برده می شود و اونم به خاطر دفاع سرزمین که زمین ما به چین فروخته شده است و به خاطر اینم اینقدر نقطه نوشتهش برده زندان کرده می شود، پس مطمئن باشد که جنازه چنین یک ملت خوانده شده است پیش از آنی که مرده باشد. این ملت دیگه برای بیداری نیست و منتظر انقلاب مردمی در تاجیکستان بودن امکانش وجود ندارد. ملت ما دیگر به هیچ راهی بر نمیخیزد و بیدارم نمی شود و یگانه راهی سرنگون کردن این حاکمیت تبدلات است و برای تبدلات می شود این حاکمیت رو از بین برد. حالا بعضی از اشخاص سیاسی شاید به این نظر نباشند، شاید فکری من رو غلط بدانند، ولی یگانه راه در تاجیکستان برای تغییرات این راه تبدلات سیاسی است. او رو هر حزب سیاسی و برنامه‌ریزی میکند، تحریزی میکند و هر راهی را میبینند. شاید ملت در یک نقطه میاد به اون نقطه میرسد که باید چنین راه اندازی کرد، ولی راهی دیگری موجود نیست. ما دوام این نقطه رو میخونیم. بر اساس فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان بکصبور که بیشتر با اظهارات عجیب و ساختمان بناهای استقامتی قهرمان مطبوعات بود بازنشست شده است. یوسف رحمان حالا دبیر کل شورای امنیت ملی تاجیکستان است. نوبسته از آن که رحمانوف حفظ وارث خود چه چاره میاندیشد، هیچ زمانی نیست که او قدرت نگاه داشتن میتواند. ببینید هیچ ضمانتی نیست که او قدرت را نگاه داشتن میتواند. در نظام سیاسی تاجیکستان اختلاف‌های زیادن و آمادگی برای انتقاد قدرت بیشتر آنها را شدت میبخشد. این پژوهشگرم این نکته را که من عین حال در مورد ذکر به همین نکته اشاره کردن. خب در این دوامش دیگر در عموم در مسئله فرزندان ایمالی رحمانوف ذکر کرده شده است که این مسئله را ما دیگر دامن نمیزنیم و همونطوری که شما همگان میدونید ایمالی رحمانوف 7 دختر دارد که این 7 دختر الکی 7 ریشه حاکمیت و 7 شاخه اقتصادی دولت را و ملت تاجیک را در دست خود دارد و از این طریق 2 پسر دیگر دارد که این پسران نیز الکی شاخه های مشخصی حاکمیت را و اقتصادی را در دست خود گرفتن و از این طریق حاکمیت را چکار میکنن؟ میخورن، میدزدن و میبرن و ملت تاجیک در اینجا نگاه میکند و هیچ کاری را در اینجا انجام نمیده. همدیران و هموطنان عزیز، این موضوعی اولی ما بود که ما در این موضوع صحبت کردیم. من تقریبا زیاده از 40 دقیقه میشه صحبت کنم، نمیخوام که موضوع ها طولانی تر شوند برای خاطر وگرنه گفتنی ها خیلی زیاد است. موضوع ها خیلی موضوع عمیق است و در این موضوع میشود برها صحبت کرد. حالا موضوعی را میگذاریم در ارتباط با همین موضوع است، یعنی اینها با هم ارتباط دارن، یعنی بخشیدنی 897 نفر در عرفه نوروز. حالا بیاید چند نکته را در اینجا در نظر بگیریم که در تاجیکستان نوروز در ماه شریف رمضان اومد، در حالی که مردم مسلمان تاجیکستان 99% همین به نزدیکی حکومت ایمالی رحمانوف یک بررسی و یک تحلیل گذرون که آمار بررسی همین حکومت نشون داد که تاجیکستان 99 از 10 چند درصدش مسلمان است. یعنی با گزارش همین خودی حکومت آمار همین نشان میدهد. حالا آمارهای جهانی نشان میدهد 97%، ولی آمار رسمی حکومت ایمالی رحمانوف خودش نشان میدهد که 99 از چند درصد همین مردم مسلمان است. حالا در عرفه نوروز مردم رو بخشید و نه در عرفه مثلا عید سعید فطر. این یک نقطه، یک طرفی پهلوش که ارزش ها رو در نظر نمیگیرد. باید اگر که در اینجا برابری موجود باشد، باید در عرفه نوروز مادران، در عرفه سال عید فطر مادران رو و کودکان رو میبخشید و در عرفه نوروز و دیگه اشخاصی رو، تو اینه که برابری در مابین ملت دیده میشید. ولی ایمالی رحمانوف در اینجا همون بغض خود رو نشان داد و در عرفه نوروز و 897 نفر رو در اینجا چکار کرد؟ گناهایشان رو بخشید. حالا نقطه اصلی اینجاست که این 897 نفر کیها هستند؟ چرا 897 نفر بخشیده شدند و در مابین آنها اشخاص معین مشخصی که در تاجیکستان معروف باشد موجود نیست؟ مثلا مثال میزنیم،
هزارها زندانیان سیاسی بخشیده نشدند، روزنامه‌نگاران بخشیده نشدند، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بخشیده، حقوقدانها بخشیده نشدند. پس کیها در آزاد کردن میشوند؟ وقتی که حکومت میخواهد در عرفه نوروز، عید سعید فطر، استقلالیت و دههای دیگر یک امیتسیا یا که زلطه امیتسیا برگزار کند و نفرها را ببخشد، چگونه اون اشخاص فقط باید کسایی باشند که با گناه دزدی، با گناه قتل، با گناه فساد بخشیده میشوند. حتی در همین مابین 897 نفر منصبدارایی که با گناه فساد زندان کرده شدن یا تعدادش آزاد کرده شد. پس وقتی که برای این ملت خیانت کردی، دزدی کردی، قتل کردی و فساد گرفتی، تو آزاد میشوی. اما اشخاصی که چکار کردن به این ملت خدمت کردن، دلیر امام علی روزنامه‌نگار مشهور تاجیکستان، عبدالله غربتی روزنامه‌نگار مشهور تاجیکستان، ذوقی سید امینی، پیر محمد زاده عبدالستار و شخصان خیلی زیادی هستند که میشه از روزنامه‌نگاران اسم بود. این اشخاص نه بخشیده شدن و نه سالشون کم کرده شد، نه آزاد کرده شدن. اینها چه کار کرده بودند؟ شما یک بار به کانال یوتیوبی دلیر امام علی صفحه بزنین، شما اسم او را بنویسین و نورهای او را تماشا کنین و ببینید که این نفر فقط به در خانه کم بزاعت میرفت، به در خانه وزارت خانه میرفت و به در اداره دولتی و اداره های امنیتی میرفت و از اونها مصاحبه میگیرید و میخواست که این ملت سرفراز باشد، این ملت آبروش بلند باشد، این ملت وظیفه‌دارهایش رو و کسانی که قدرت دادن سر دست گرفتن وظیفه و خادم این مردم شدن جوابگوی این ملت باشند و خدمت این ملت رو کنند. ولی چیکار کردن؟ به عوض اونی که او رو ببخشن، او را زندان کردن. حالا سبب اونی که چه اینها را نببخشن چی است؟ اولین نقطه اینی است که طرفداری و چاپلوسی از رحمانوف نکردن و اشخاصی را که ما آزاد شویشون دیدیم با پرچم های امام علی رحمانوف، یعنی صورت امام علی رحمانوف، پیشوای ملت تشکر، شما رو یک دزد، یک آدمکش، هر چیزی میگه اون به خاطری که باز برای همون دزدی آدمکشیش رو بکند. ولی این فرزندان اصیل سرزمین من و تو به مانندی زید سعیدوف، مقصود ابراهیموف، بزرگمیر دیارو و دههای دیگر چکار کردن؟ همون امضای ذلت که من گناه ندارم، یعنی جرم رو به عهده نگرفتن، بهتانی که نسبتشون زدن اونها رو به عهده نگرفتن، بردن چکار کردن؟ نبخشیدن شد. و کسانی که گفتن ما گناهگاریم، ما ایخیم تریم، اونها رو بردن چکار کردن؟ آزاد کردن. دوز و راهزن و ستمکار و فسادکار و همه کسایی که این گناه رو کردن و اقرار کردن که این گناهی ماست که کرده بودن، اونها آزاد کرده شدن. ولی خدمتگاران این ملت میدونن که اونها به خاطر خدمتشون زندان شدن، اینو به عهده نگرفتن و این امضا رو نگذاشتن. ما یادمون هست که در سال 2019 میخواستن در انتخابات پرزیدنتی رستم امامی را در سر قدرت بمونن و به خاطر همین میخواستن همین امید زلطو امیسی که امسال شد در همون سال 2019 انجام داده شود. یعنی تو امسال ایرا کشوندن، 5 سال کشوندن، یعنی در همین 5 سال چیکار کردن؟ اومدن 897 نفر آزاد کردن، در حالی که میتونستن 3-4 هزار نفر آزاد کنن. در تاجیکستان امروز از همین سیاسی‌ها 3-4 هزار نفر بیگناه در اونجا شیشته است. ما در سال 2019 معلومات دقیق داریم که اینها رفتن از زید سعیدوف، از بزرگمیر یاروف، محسود ابراهیموف، امیدجان صالحوف و دههای دیگر، محمد علی حید و دههای دیگر گفتن که بیایید شما با ما چیکار کنید؟ سازش کنید، شما گناه خود رو به عهده بگیرید و از جناب عالی پیشوای این ملت به گفته اونها بخشش و عذر بپرسید، ما شما را میبخشیم. و اینها چیکار کردن؟ گفتن که ما این ذلت رو نمیپذیریم، این ذلت از ما نیست و این ذلت رو ما لازم نداریم و این رو به عهده نگرفتن. این مهر خیانت و این مهر ذلت رو به دوش خود نزدن و قبول نکردن و گفتن که برو گم شید، ما این کارو نمیکنیم. زندان بهتر است، افضلتر است از اینه که ما این ذلت رو پیش رحمان رو بپذیریم و از رحمان رو بخشش بپرسیم برای کاری که نکردیم، برای خدمتی که در حق این ملت کردیم. ما این کارو نمیکنیم و به خاطر همین رحمانوف اینها رو چیکار کرد؟ نبخشید.
چون رحمانوف غرورش اجازه نمیدهد براش که کسانی که باید از او بخشش نمیپرسن گناه رو اقرار نمیکنن و چکار نمیکنن، کسانی که نمیخواهند که رحمانوف سر قدرت باشد اونا بخشیده شوند. پس مطمئنا این نقاطی رو که ما ذکر کردیم سبب اصلیش در اونی است که افکار اشخاص معین مشخصی مانند دزد، فسادکار، قاتل، تجاوزکار، هزار کس چکار کردن از زندانهای تاجیکستان آزاد کرده شدن، مگر نفرای مهم. همداران و هموطنان عزیز، همین طریق من سلکه برنامه یا اینکه پیوند برنامه را در زیر نظریاتم برای شما روان میکنم و علاوه بر این در زیر نوارم گذاشتم. شما میتونید به استودیو پیوست شوید و راجع به موضوعی که ما صحبت کردیم فکر، نظر و عقیدتون رو بگید و صحبت کنید. همداران و هموطنان عزیز، کسانی که دشنام میکنند از مدیریت رو خواهش میکنیم که کسانی که دشنام میکنن کاملا بلاکشون کنین و کاملا نظریاتشون پاک کنین و کسی که به یکدیگر دشنام میتید اهل ما نیست. ما دشنامگر از هر طرفی که نباشد محکوم میکنیم و ما با دشنامگر هیچ وقت کار نمیکنیم و کار نخواهیم کرد. به همین خاطر برادرها هیچ کدومش هر کسی که دشنام میکنند از ما نیست و ما با اون اشخاصی که حق رد میکنن دشنام میکنن ما در حکومت آینده نمیخواهیم که اشخاص مانند اولاد امام علی رحمانوف که با حق رد زنده هستند پیش بروند. همداران و هموطنان عزیز، این دو موضوعی بود که ما پیرامونش صحبت کردیم. ما برمیگردیم به موضوع اخیری که ما در اینجا گذاشتیم، موضوع ملاقات سه پرزیدنت امام علی رحمانوف، صادق جباروف، شوکت میرزویف و راجع به سازشنامه‌هایی که در اینجا نوشته شد و نقاطی که در این جشن نوروزی در شهر بوستانی خوجند از جانب تاجیکستان یا که حکومت تاجیکستان برگزار کرده شد و این ملاقات در اینجا صورت گرفت و ما پیرامون همه یک صحبتی کوتاهی خواهیم کرد. ما طولانی صحبت نمیکنیم. همونطور شما میبینید من خسته مریضم ولی بازم کوشش میکنیم که راجع به همین صحبت. همداران و هموطنان عزیز، همونطور که شما میبینید مردم خوجند غم زده اند و چند سال شد از جانب حمله هایی که از قرقیزستان صورت میگیرد فرزندان این سرزمین و مخصوصا مردم ولایت سوغد در خون آغشته بدن و زیاده از 100 نفر در همین چند مناقشه هایی که صورت گرفت کشته شدند و چندین نفر دیگر زخمی گشتند. اینها نه تنها سربازان وطن بودند بلکه اشخاص های محلی هم بودند، بسیاری ساکنانی که در همین جنگ ها اشتراک کردند، ساکنانی که رفت و آمد کردند، اینها مورد حمله قرار گرفتند و اینها کشته شدند. حالا در شهر خوجند یک کنسرت بزرگ برگزار کرده شد و در این کنسرت در مناسبت نوروز، حالا رحمانوف نوروز رو روزی سیوم یعنی عید فیتر رو روزی سیوم اعلان کرد تا اینه که روزی 31 بتواند این جشن رو در شهر خوجند برگزار کند و به خاطر همین دستور داد به مفتیات کشور که مفتیات این نوروز رو روزی سیوم یعنی عید سعید فیتر رو روزی سیوم اعلان کند و این تنها به خاطر آن چیزی بود که امام علی رحمانوف چون این خواهش داشت تا اینکه بتواند نوروز رو در روز 31 در شهر خوجند جشن بگیرد. ما دیدیم که در تمام جهان عید سعید فیتر همون شام یعنی بگاه روزی سیوم اعلان کرده شد. تو اون روزی که همون ماهتاب دیده نشد روز عید سعید فیتر اعلان کرده نشد و ما دیدیم که بعد از تقریبا ساعت‌های نمیفهم 5-6 تاجیکستان یا 8 تاجیکستان بود عصر پیش از عصر برای بعد عصر اعلان کرده شد. حالا رحمانوف عید رو متاسفانه در تاجیکستان تقریبا یک هفته پیش اعلان کرد به خاطر که این دستورات اولکه پیش از رمضان گرفته شده بود چون باید در ماه یعنی در 31 اپریل سال جاری در شهر خوجند همین کنسرت برگزار کرده میشد و رحمانوف باید در این روز چیکار میبود؟ روزخور میبود که تمامی مینوشی و شن رقص و سرود و این کارها رو در اونجا انجام میداد. حالا این ملاقات برگزار کرده شد. پرزیدنت
پرزیدنت قرقیزستان صدیر جبارov به تاجیکستان به شهر خوجند سفر کرد. از جانب پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزایف نیز سفر داشتند و ایمالی رحمانوف هر اینها را از فرودگاه ملاقات کردند و در روز 31 اپریل یک کنسرت خیلی بزرگ دایر به همین نوروز، یعنی نوروز و ملاقات اینها صورت گرفت. ما در این کنسرت بزرگی که شاید میلیون ها سومونی در اینجا مصرف شده بود، ما دیدیم که همون نفرانی رو که از مکتب ها آوردن برای رقصیدن و کنسرت های بزرگ برگزار کردن و سلیوت های خیلی زیاده که در اونها برگرفته از پرچم تاجیکستان و پرچم قرقیزستان و پرچم ازبکستان و علاوه بر این خریطه تاجیکستان و خریطه ازبکستان و خریطه قرقیزستان و عکس های پرزیدنت ها و چون این حالت های خیلی زیاده را نشان دادن که این میلیون ها پول در اونجا مصرف کرده شد، در حالی که ملت ما مظلوم ترین ملت آسیای مرکزی است که اقتصادش به نابودی رفته ایستاده است و قرقیزستان ما میدونیم که 3 برابر یا 4 برابر اقتصادی زیادتر جدا میکند به ساحه نظامی در عوض اونه که ما میکنیم. قرقیزستان 200 و چند میلیون و ما 60 چند میلیون، یعنی تقریبا زیاده از 3 برابر قرقیزستان در این ساحه جدا میکند و هر روز پهپادهای گوناگون و ماشین‌های زنجیری گوناگون و دیگر تکنیک‌های وزبینی رو خریداری میکنن و برای آماده باشی و برای حفظ سرزمین خودشان کوشش میکنن. ولی در عوض تاجیکستان ما میبینیم که فقط به خاطر رقص و سرود و تشکیل کردن ظاهرنمایی این کارا رو انجام میدن. و ما بازم در این روز نوروز که بسیار واهمه کردن که در این روز میتواند مشکلات های خیلی زیادی آسیای مرکزی حل کرده شد، ولی خدا رو شکر که حالا یک امضای بین 3 کشور انجام شد و با تمام مشکلات های مرزی خاتمه داده شد و این چیز یک راهی مثبتی هست و فکری پرزیدنت قرقیزستان نیز موردی تایید قرار میگیرد که او باز هم دوباره در همین ملاقات تایید کرد که باید ویزا مولتی ویزا کرده شود بین کشورهای ما که هر یک نفری که به کشور ما سفر میکند یا به کشور شما سفر میکند بتواند با ازبکستان و قرقیزستان هم به تاجیکستان و ازبکستان هم سفر کند و این بسیار نقطه مثبت است و در اینجا اشاره بر این باز هم ذکر کرده شد که اگر چنین روابط جاری کرده شود در این روابط میتونن دیگر کشورهای همسایه هم نیز وارد شوند، از جمله قزاقستان و دیگر کشور شاید افغانستان هم، ترکمنستان، ایران و دیگر کشورهایی که میتواند کمک کنند. حالا به همین خاطر این یک جهت مثبتی این ملاقات ها بود و من امیدوارم که حرف صدیر جبارov شنیده می شود و این روابط بین کشورها وارد کرده می شود که یک نفری که از دیگر کشور می خواهد مهمان باشد به کشور ما بتواند دیگر کشورها را هم دیدن بکند و همین طریق از دیگر کشورها و این طریق می تواند جلب سرمایه باشد و جلب اونی باشد که ما کشورها و یک دیگر مشکل نداشته باشد. البته من استقبال میکنم از روابط خوبی تاجیکستان امروز با قرقیزستان و ازبکستان و این جانب از با ایران و این بسیار یک کاری مثبت است و ما امیدواریم که پشت پرده بازی های موجود نیست و این به خاطر همون هدف نیک و سرجم کردنی ملت آسیای مرکزی و به همون نقطه آخری که آسیای مرکزی باید بدون مرز باشد و یوراسیا، یعنی بدانیم که ما در اروپا هیچ مرزی به وجود نداریم، در آسیای مرکزی هم باید چنین باشد و کشورهای آسیای مرکزی باید بین خود هیچ مرزی نداشته باشند و ما باید بدون یک مشکلی بتوانیم به هر کشور آسیای مرکزی سفر کنیم. ما در دوران دولت سامانیان و دیگر دولت‌ها هیچ مرزی بین هم نداشتیم و اگرچه ملت‌ها با هم زندگی می‌کردیم، ملت ازبک و قرقیز و تاجیک و هزارها ملت‌ها ما با هم زندگی می‌کردیم و این مشکلی نداشتیم، اگرچه زیر یک پرچم بودیم ولی به هر صورت ما با هم مشکل نداشتیم و اگر هم همین مرزها از بین برداشته شوند و هر کس با همون برنامه خودش پیش برود و این مشکل پیش نمیاد و من مطمئنم که این مشکل پیش میره. حالا همدیاران و هموطنان عزیز، من فقط اینجا تنقیدم بالای چند نقطه دیگر است. تنقید ما بالای مصرفاتی که در این نوروزها انجام داده می شود. ما هم داره که می بینیم در
معرکه‌های بانفوذ اروپایی و مخصوصا در سال نو میلادی در لندن یک از مرکزهای بانفوذ جهان اروپا است. همین سال نو میلادی که از جانب همیناست و اینها این چیزا که نصرانیان باید جشن بگیرن، چون این معرکه‌های دبدبه تشکیل کرده نمی شود و فقط در مرکز لندن یک معرکه سلیوتی که نیم ساعت دوام میکند، نه اینه که در تاجیکستان دو ساعت دوام کرد، نیم ساعت دوام میکند و اونم تمام چیپته ها به خاطر دیدن همون فروخته می شود، نه اینه که مردم به پول اونجا میآیند و به خاطر همون سلیوت را دیدن مردم چیکار میکنن؟ تمام پول ها را مصرف میکنن، از تمام جهان میآیند فقط به خاطر چی؟ به خاطر اون همون چیز را در اونجا دیدن. اونها میلیون پول چیکار میکنن؟ از اونجا برای اقتصاد کشور خودشون میگیرن. پس وقتی که ما میخواهیم در یک موضوع یک نقطه را ذکر بکنیم یا یک کار انجام بدیم، باید اولین نقطه ببینیم که این چه فایده میرساند به این ملت. این قدر پول را که ما مصرف کردیم چند خانواده تاجیکستان را میتوانست کمک بکند. به خاطر خوشحال کردن یک پرزیدنت دیگر نباید ما با چنین کارا رو راه بتیم. چرا قرقیزستان چنین مصرف را انجام نمیتید؟ چون اونها حساب حساب دارد. چرا ازبکستان چنین مصرف را انجام نمیتید؟ شما شام دوستی ازبکستان را دیدید که چگونه گذشت؟ با این دبدبه‌ای که در تاجیکستان انجام داده شد، با این دبدبه در ازبکستان نگذشت بعد از آنی که روادیدها بین هم برداشته شدند. مرشیروف که در اوج، رحمانوف در همین صحبت‌های سالینوی تبریکات سالینویش بود اگر اشتباه نکنم، در همین سال و سال گذشته هم در جشن نوروز بسیار تنقید کرد که دیگر همین مرشیروف که کاملا از بین برداشته شود، ولی ما دیدیم که در شهر خوجند و در دوشنبه مرشیروف که به اوج است. آخه تا کی به دروغ همین حکومت و همین کشور رو شما پیش میبرید؟ این گونه نمیشود اداره کرد. حالا چند نوار رو، یعنی یک نوار خیلی کوتاه من اگر کوشش کنم برای شما از همینجا برسانم، خیلی ببخشید برادر، من همین نوار را اینجا برای شما بیارم یک لحظه. برادران و هموطنان عزیز، تا زمانی که من نوار از اینجا برای شما میارم خواهش میکنم از همه شما که برادر چرا فراموش نکنید لایک موندن و پتیلیز کردن رو فراموش نکنید، شریک بسازید برنامه ما رو و بیننده ما امروز نه اونقدر خوب است. از شما خواهش میکنیم که کوشش کنید برنامه رو دستگیر کنید، لایک از زیادتر بمونید و اگر که بتونید در جای دیگر رو میره شریک بسازید پتیلیز کنید، بسیار خوب میشود تا اینکه بتونیم بیننده بیشتری داشته باشیم. خب یه لحظه که من یه پیشه که اینطور کنم که اینطور باشد که ما را بلوگ نکنن، چون تلویزیون های دولتی است و امکان دارد که خب همونطور که شما میبینید همدیاران و هموطنان عزیز، این از تلویزیون تاجیکستان است و ما را به سمت شما این حال میرسونیم. خب ما دوستان زیاد نمیمونیم اینجا که شما ببینید، خیلی کم، چون نیاز نیست که من این نوار کاملا 2 ساعت از برای شما بمونم. فقط چند مصرف کاریایی که در اینجا انجام داده می شود، همین مصرف کاری ها رو برای شما نشان بدیم کافی است. خب این همطور که شما میبینید این سالیوتو و این خیلی ببخشید دوستان، من باید کاری کنم که همین نمیفهمم تلویزیونی رسمی دولتی چرا رکلام میموند، از اینترنت پول میخواهد کار کند. تلویزیون دولتیشون این طور باشن که خدا با اون تلویزیونای چیشون چی نام دارن، تلویزیونایی که خصوصیان اونوش کم میکره باشه. بیا که بریم دیگه. نوروز مبارک با لیلا سعدا و رمزه هایی بی ریحون میکنی
با مهر برافروزی دل سردی دنیا را با آتش دل سوزی گرمی اجدادی بر جمله بیاموزی با فکری پگاهی خش روشنگری دیروزی روز و شب وقتی ما خورشیدی رو مهتابی یک قوم مرامی ما دلجویی و دلیابی در قدر نشانی ما سرسبزی و شادابی شاگردی بهارانی گل پرور و نوروزی نوروز بود از ما جمله زی نوروزی ما جمله زی نوروزی نوروز بود از ما جمله زی نوروزی ما جمله زی نوروزی خریطه های دولتی شکوه دولتی جوان و تاجیکان و کرگزان و تاجیکان و ازبکان و تاجیکان و کرگزان و تاجیکان و ازبکان و دست یک دیگر بیهر شد از دست قدرتش پرد کبوترانی ما و کرگزان و ازبکان. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، متاسفانه همطور که شما در همین پرچم میبینید مسئله وروخ باز هم در همین پرچم حتی به خاطر طبع جبار رو خیره نکردن یک اندازه همچون یک انکلاو نشان داده شده است ولی متاسفانه چیزی که تا حال مردم همون منطقه یعنی از ترس ناراضگی نمیکنن ولی حال هم جزئیات معین مشخص نیست که همین مسئله تا کجا خودش یافته است و وروخ در دست کی است. و دست یک دیگر بیهر شد از دست قدرتش پرد کبوترانی ما و کرگزان و ازبکان خریده های دولتی شکوه دولتی جهان خریده می کند عیان که سرحدی وطن کجاست چه ساحت است مزرعش عزیز خاک و آبی آن چه ساحت است مزرعش عزیز خاک و آبی آن کنون که سرحدی همه کشاده شد چو قلب ما ترانه های دوستی ترنم به هر زبان کنون که سرحدی همه کشاده شد چو قلب ما ترانه های دوستی ترنم به هر زبان ترانه های دوستی ترنم به هر زبان آدمان همه سرزمینی ما دوستی سرزمینی ما مکان دوستی مهربانان میکن ازبک قرغیز حالا دوستان گرامی و هموطنان عزیز دیگر دوام نوا را نمیمونیم و همطور که شما دیدید هر این بعد از این دیگه سالیوت های خیلی زیادی می شود. خب یک قسمت چه بمونیم همین سالیوت های اخیر شه ولی متاسفانه چیزی نیست که برای دیدن باشه. در عموم من اصلا خشم نمیاد چون این مصرف هایی که به حد زیاد انجام داده می شود اصلا سخن با شکوه انجمن با سعادتی وطن
با محبتی دوشم، اهل سوی جاویدان، اهل پیچی جهان، سوی فتح پولبها، سوی منعی بلند، کشوری جوان و بش، تاجیکستان و بش، تاجیکستان و بش، با بش و بش، کشوری جوان و بش، تاجیکستان. بس از دیگه دوستان این زیاد از دیگه چند ساعت هم تا دوام میکند و بعض معلومات زیاده از 1.5 تا 2 ساعت فقط همین سالیوتو کار کرده، یعنی 2.5 ساعت دیگه کنسرت، تقریبا 1 ساعت دیگه صحبت رونی پرزیدنت ها، همین گونه تقریبا کلی روزه اینا در اونجا سیاحت کردن و مصرف کردن و سوم این مردم رو دوزیدن. متاسفانه و همدیران و هموطنان عزیز، همونطوری که ما گفتیم این حکومت فقط در پی مصرف و نابود ساختن اقتصاد و نابود ساختن آبروی این ملت است و اگر ما بگیم که او قدر ما دورویی داریم که ما میتوانیم از سرزمین خود دفاع کنیم، پس بس ما میتوانیم که چنین کارا رو انجام بدیم، ولی ما متاسفانه اونم نداریم و در عوض نداشتن همه این مشکلات ها باز چیکار میکنیم؟ اومدیم از حکومت دیکتاتور امامی رحمانوف و استقبال میکنیم و میگیم که بیا مصرفش کنیم، پولی نداشته ما رو بر بسپار، در حالی که متاسفانه این حکومت این کشور رو تا اون درجه آورده رسانده است که ضعفترین کشور از هر دیدگاه در آسیای مرکزی است، از دیدگاه اقتصادی، از دیدگاه نظامی، از دیدگاه فرهنگی، از دیدگاه علم و دانش و از دیدگاه آبرو و عزت. از همین ها در تمام جهان امروز ما را پستر و پستر برده است و هر نقطه را نظر نمیکنی با این قدر فرهنگ بوی غنی که ما داریم، باز هم از همه ساحه ما شما را چکار کرده است و پایان‌ترین ذلت برده رسانده است. به همین خاطر من از همه شما همدیران و هموطنان خواهش میکنم که این نقطه را نگاه کنید و ببینید که امامی رحمانوف چه ارزش‌هایی را برای شما تا امروز باقی گذاشته است و چه کارهایی را انجام نمیده. خب بخشش دوستان یک زنگ تلفنی بود خاموش کردیم. خب دیگر همدیران و هموطنان عزیز، وقت شما را زیاد نمیگیرم، طولی 1 ساعت 10 دقیقه میشه در خدمت شما بودیم. من همونطوری گفتم من مریضم، متاسفانه این مریضی قدر اجازه نمیده که در پخش مستقیم زیاد بشینیم، از گلوم در میکنه، از آبی بنیم زیاد میریزه و در حضور شما هم دیگه با صدای خسته زیاد بدنم شاید شما هم خسته کنه همدیران و هموطنان عزیز. و ما فقط خواستیم از وظیفه خودمون که گفتن از حقیقت رو بیان کردن و تحلیل کردن اون را به سمت شما برسونیم و اون هدفی اصلی که این آگاهی سیاسی و بیدوری سیاسی برای جامعه است که اون رو ما قدر بتوانیم انجام دادیم و مطمئنیم که مردم از نقاطی که زدیم چیزی رو برای خودش فایدهش بود میگیرد و اگر فایدهش نبود بگذارد به دیوار و انشاءالله که بازم در خدمت یکدیگر قرار میگیریم و اگر ما مشکلی داشتیم شما را میتوانید با فیسبوک ما در تماس بشین، فیسبوک ما هست عبیدالله سیدی بنویسین و اگر اشتباهاتی موجود بود ما مودع اصلاح هستیم و هر لحظه که هر اشتباهی صورت گیری و یا که حرفی ما کسی را رنجاند ما مودع بخشش هستیم و میتونید با من تماس بگیرید و من مطمئنم که میتونیم به یکدیگر کمک برسونیم تا در راه اصلاح و در راه پیشبرد جامعه به یکدیگر کمک کنیم و پیش بریم و همین از زیبایی ما و همین از روشنایی ما. یا شما رو به خدا میسپارم برادران و هموطنان عزیز، بار دیگر عید شما رو مبارک میگم. پروردگار همه شما رو در امانش و در حفظش نگه داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.